سلام و صد سلام از اینجا به همتون در هر جای دنیا که هستیم. امروز یه روز آفتابی زیباست و ما داریم میریم که پسرمو بذاریم دانشگاه و از اون ور بریم برای تولدش کادو بخریم. برای تولد امسالش تصمیم گرفتیم یه اپل واچ بخریم که البته از خودش سوال کردیم که بین آیفون و اپل واچ کدومو میخواد که خودش اپل واچ رو انتخاب کرد. اینجا مغازه کاریز هستش که در واقع یه مغازه زنجیره بزرگ توی انگلیسه که همه مدل الکترونیک از وسایل خونه بگیر تا انواع کامپیوتر و موبایل و ملزومات دفتری رو میفروشه. خودم تو فکر اینم که یه گوشی آیفون 16 پرو مکس بگیرم، ولی به چند دلیل دو دلم. یکی از دلایلش این گوشی گوگل پیکسله که حتی قیمتش هم از آیفون گرونتره. حس میکنم شاید از آیفون بهتر باشه، برای همین فعلا دست نگه داشتم. اون مدل اپل واچی که ما میخواستیم متاسفانه توی این مغازه موجود نبود و گفتن که باید مستقیم از مرکز برام بفرستن. خلاصه کارهای خریدش رو انجام دادیم و مطمئن شدیم که سر موقع برامون ارسال میشه. این یک کارم انجام شد. قبل از اینکه بریم واسه قهوه، طبقه بالای مغازه رو بهتون نشون بدم که پر از وسایل الکتریک آشپزخونه است. اینا انواع ایرفرایر جدیدن که البته نینجا یکی از بهترین برنداش هستش. راستی تو فکر اینم که یکی از این زودپزای همه کاره بگیرم، ولی بازم دو دلم. میترسم بخرم بعد بیفته یه گوشه‌ای و ازش استفاده نکنم. اگه کسی از شما از این زودپزای همه کاره داره، خوشحال میشم که نظرشو بگه که آیا واقعاً به کار آدم میاد یا اصلا عیناست که به درد نخوره. اینجا هم قسمت برند کیچن ایده که گفتم بهتون نشون بدم. میدونم خیلی از خانوما از جمله خودم عاشقشیم. یه قسمت هم هست که یه سری مدل‌های قدیمی تر وسایل برقی رو میفروشه که با قیمت پایین‌تر حراج کرده. مثلا این ماشین قهوه حراج خورده که میتونید قسطی برش دارید با قیمت پایین‌تر. یا این توستر که قیمتش 9 پوند حراج خورده. اینا هم قسمت یخچالا هستش که گفتم یه کوچولو بهتون نشون بدم. وقتی در این یخچالا رو باز میکنم یاد این ویدیوهای ارگانایز کردن یخچال آشپزخونه میافتم. خب دیگه اینم از این مغازه کاریز. بریم که یه قهوه بخوریم. امروز میخوام ببرمتون یه کافی شاپ جدید که قهوه‌اش خیلی اینجا معروفه و خیلی هم قهوه‌های خاصی داره. اسم این کافی شاپ بلک شیپ هستش، به معنی گوسفند سیاه، و قهوه‌هاش خیلی خوشمزه است و البته خیلی هم با کیفیته. مثلا قهوه لاته پسته داره، یا مثلا اینی که من سفارش دادم انواع قهوه‌های ماچا که من قهوه ماچای لاته سفارش دادم که شما البته میتونید همه جور قهوه رو به سلیقه خودت سفارش بدی، که من توی کاپ کاغذی انتخاب کردم و گفتم که قهوهم داغ داغ باشه و روش هم پودر دارچین بزنن، که البته انواع شیر قهوه رو هم میتونی انتخاب کنی.
در کنار قهوه‌ام یه پیستری کشمشی هم انتخاب کردم که روی هم شد حدود 11 پوند. همونجور که قبلا گفتم من همیشه گاه قهوه میخورم و اصلا به صورت روزانه قهوه نمیخورم که البته عادت داشتم که هر روز صبح قهوه بخورم، ولی از وقتی متوجه شدم که یکی از دلایل بزرگ مبتلا شدن به بیماری آلزایمر و دامنشیا همین قهوه خوردن روزانه و بیش از حده، دیگه عادتمو عوض کردم و الان فقط چای میخورم. هر وقت بیرون کافی شاپ برم یه قهوه میخورم که شاید هفته 2 بارم نشه. بعد از قهوه بعد بریم پسرم از دانشگاه برداریم که من براش یه ساندویچ تن ماهی و یه نوشیدنی میوه‌ای هم گرفتم چون صبح وقتی داشت میرفت دانشگاه صبحونه نخورده بود. امروز حتما باید یه خرید سوپرمارکتی هم بکنم چون خیلی لازمه. بعد از اینکه بقیه رو خونه گذاشتم خودم اومدم سوپرمارکت محل تا خرید کنم. من نونای این سوپرمارکت رو خیلی دوست دارم چون تازه درست میکنن و همش هم نون خمیر ترشه و آردای میکس داره. یه بسته سیب، فلفل شیرین برای کنار غذا، فلفل دلمه‌ای برای سالاد، موز 2 بسته برمیدارم، آووکادو زیاد مصرف دارم برای همین 4 تا دونه برمیدارم، خیار کوچیک دوباره برای کنار غذا و خیار بزرگ برای سالاد، بادمجون که میخوام باهاش قیم بادمجون درست کنم، نون تورتیلا، اسفناج، سبزی سالاد که این سبزی خیلی خیلی خوش طعمه، 3 مدل هموس برای آخر هفته، اسپاگتی، سس خردل، تن ماهی که باهاش پلوی تن ماهی میخوام درست کنم، مایونز، دستمال توالت، زیتون سبز و ماست یونانی. خریدمون تموم شد، بریم که پرداخت کنیم و بذاریمشون توی ماشین. ساعت الان حدود 5 و 6 عصره و من از صبح زود در حال فعالیتم و دیگه داغونم، همونجوری که از قیافم کاملا مشخصه. تا ولاگای بعدی، خدا نگهدار.